وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همه‌اش را فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرو می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با کلتکی لس شناس می کرده ای ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را آدمی پست. احمد، من هم تو رو دوست می دارم. زیا باز تو این رو چخیل به من روا دیدی زیا. تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای؟ ایست مرا بین. دختره که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمم. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ چیکار کردین؟ احمد ترگوت تا مردهش را نبینم من به هیچ کجا نمیروم. مایل شکر بچه ها را میگذارم اینجا انتظار میشم. حالا که پلیس آمده است از اینجا رویم. زهرا و میلیس را گرفته به خانه برید. مایل شکر شما دخترها را گیرید. شما از پس کجا شدی؟ مرا تنها نگذار احمد. رهایم کنید. احمد رهایم کنید. شنگی
کسانست دارید آدم رو کشتن. اوه سلین، اوه جیگرم، التماس مرا ببخش. همه شاید پشت کلت کلاس شد. نباشد من سری وقت با اونجا می اومدم. خطا کردم. برادر چی گپ است در اینجا؟ جنایت کردن، جنایت. چه خیلی جنایت؟ صاحب این ماشین را پراندن. برادر آدمی را که پراندن با چشمان خودت دیدی؟ سامی زورو کمی پیش به من گفت که اکاد زنده است. میلیس از ما چیزی رو پنهان کرده استاده است. نه گوش کن بیتو جون، زهرو خیالی شده است، اهمیت نده تو. نه این خیلی نیست. در حقیقت میلیس مثلی که از ما چیزی رو پنهان دارد. یعنی میلیس هم وقتی آخر خوب نیست، عقلش در جایش نیست والله که. سامی یعنی هر دویشون خوب نیستن. من تاکسی جیغ زنم رویم بخدا. کنی جیغ زن دیر شد. احمد هم اومدنی بودو. موافق خلاصه دکتر میتوانی کار را آغاز کنی اونال. سلاح و شهادت نامه را گیر، اما از این پس با دقت باش. از پس مرده ها نه، از پس زنده ها باش. تو را در زیر نظارت هم میگیرم. شبه نکنید رفیق سردار. یعنی مسئله کلتا کلاس رو من به آخر رسوندم. کلتا کلاس برای من مرده است. باور کنید اگر از قبرش خسته آمده از این در درآید نگاهش نمیکنم. اونا چی ها میگویی؟ آدم مرده چقدر از قبرش خسته میآید؟ مثال آوردم رفیق سردار. مثال دیگر مثال نیار، احتیاط کن. تمام سردارم. کلتا کلاس اکنون همچون مثال مرده است. با اجازه شما. مرا گوش کن سقراط. اگر با من دروغ گویی تو را با کفگیر میزنم، با کفگیر میکشم. چه دروغ کنم؟ رسم ها را دیده ایستاده ای. کلتا کلاس زنده است. انتقام کی را میگیری تو؟ ترجاحت است. سردار کلتا کلاس رو پرونده به بحر پرداختند. بابا چی کار کردید شما؟ چرا پراندید او را؟ چرا؟ نخواستم به تو ضرر رساند، طاقت نمی کردم. اما بابا او را کشتید.
بره دورو. خودم میروم. شما قاتل هستید. با پلیس خبر میدیم. قاتل. با تو کارمان دوام دارد. احمد گفتنی کلتکی لس بوده؟ بد اخلاق. رهایم کنید. برو برده در اتاقش محکم کنید. تلفنش را گیرید. با کسی گپ نزند. برید. شما قاتل هستید. با همش جواب خواهید داد. تربوت. قاتل. نبیره هایم پایشان را از خانه به بیرون نگذارند. مایلا شکرم. اوه این دیگر گپ کلتا کلاس هم نیست. اکنون از پی کار بارمون میشویم. لبای سردارم کلتا کلاس رو در نزد سویل پراندم. تو چه ها میگویی؟ کدام کلتا کلاس؟ پسر تو حال هم از پشت ارواح هستی؟ مرا گوش کن. از پشت این خیالات بافته از سیلینت هم ماندی. سردارم چقدر خیالات؟ این سردسر درست است. پسرم من شفا یافتم. باز این بیماری به تو گذشت. لوین بین از این روز پس من از دکتر میروی. داروهایی که دکتر به من نوشتن لوین من شفا یافتم. عجایب دارو هستن. حتما بگیر. سردارم چقدر دکتر چقدر داروها به خود کلتا کلاس رو در نزد سویل پراندم. با چشمان خودم دیدم. رف گوشم تو چی داری بیا؟ با کارم نم برگشتم. گوش کنید من تفتیشات را آغاز کردم. معلوماتی که من در جای حادثه از سویدان گرفتم با کلتا کلاس 100% موافق است. بعداً ماشینی سرخی که کلتا کلاس میران در نزد سویل پیدا کرد. یعنی در جای حادثه. جستجوی ماشین را آغاز کردیم. شما هر چی زودتر بیایید. زود باشید. زود. تلفن را کش. دیوانه است. لوین. آمد یکرم آدم های در بیرون بوده کی هستن؟ چیزی نیست. روید پسرم. شما به اتاقتان گذاشته خوب استراحت کنید. زود باشید. انیق چیزی نیست. یعنی وقتهای آخر عصبهایتون آرام نیست. کسی عذر نمیدید شما رو؟ گفتم که چیزی نیست. سمی تو را دوست می‌دارم. بسیار دوست می‌دارم. به کارهایی که به تو دخل ندارم بینیت را نخواه. سوال بسیار هم نده. روید جانم. دم گیرید. کنی روید زودتر باشید. این خیلی باشد. شبتون خوش. شبی خوش. اکا من باز میپرسم در این خونه چی گپ است؟ یعنی خیلی شد اینجا زندگی دارم حالا هم نمیفهمم. گوش کن سینم دوستت میدارم میدونی اما کارهایی که به تو دخل ندارم سوالش رو نپرس. من نپرسیدم تو هم نپرس. بیا رفتیم از اینجا زود باش. منتظرم آخر زودتر. انا در همونجا ببینید. همه کسی یک طرف بیسید. اکا اون آمد. به بچه جبیا جسد کلتا کلاس رو پیدا کرده؟ سردار آن را تا حال پیدا نکردیم. من شکر کارتون رو دوام دید. با دقت باشید. حالا هم کلتا کلاس میگوید. دیوانه هستی؟ پسرم آدم مرده را چه خیلی میپرانند؟ سردارم آرام باشه. جسد کلتا کلاس رو کمتر پس از بحر برآورده نشون میدید. لوین عقلت رو کمی کار فرما پسرم. آدمی که در زیر خاک است از زیر بر چه خیلی میبراید؟ نه پسرم من تو را به نزد همان دکتر پسیخولوگ میبرم. گپا کم که بیا پیش بگذاریم. بیا کلتا کلاس آدم با خیال خزندش نکنه.
بدهید. سردارم چی؟ рафиқон аз баҳр як ҷасад ёфтанд ҳозир мебароранд. کلتکلس سردارم من به شما گفتم که کلتکلس از بر میباریم. آفرین بچه ها چه خیلی میبار اومده باشه ده. کلتکلس در کجاست؟ یا خدایا این از کجا پیدا شد؟ کلتکلس و کدام پرنده است در بر پرتفته است. چی؟ قیچی. وا سقراط بیشرف ها. های ما را آنجا به گپ گرفته آدمهایش را روان کرده کلتکلس را پراندنده. بیشرف حساب این را من از اون نمیپرسم مگر ها؟ حتما میپرسم و این مسئله کمی سرم رو گران کرد. این سقراط قصاب اول رحمتی دامولوزیو رو کشته بعدا باز زنده کرده ما رو به گپ گرفته تکرارا کشته به بر پرتاب مگر همینش رو وای نکردم نفهمیدم سردارم. حالا هم آنجا هستی گوسفند. акаи гӯспанди кар тамоман беақл аст аз дасташ ягом чӣ намеояд. ман мегӯям ки инро парронда ба ҷаҳаннам равон кунам. шумо чӣ мегӯед? تو چرا دوی مرا میپرانده؟ من یک بار تو رو ما پرانیم؟ خود تفیروزی گردن نگیر. خاموش باشد گوسفندهای کر هر دویتان را میپرانم. درو کشاید التماس مرا رها کنید. خدا لعنت کند. احمد یک طرفی است. سردارم قسم میخورم که این کلتکلس نیست. سردارم قسم میخورم که این کلتکلس نیست. گاوی لبن البته که کلتکلس نیست. سردارم منم میگم که این کلتکلس نیست. برای چی قدر عصبی میشوی؟ شایدان گفتن که کلتکلس رو 3 تیر پرانه اما در بدن این آدم یگان پای تیر نیست. گوشو شبیه اکل عده چون کده است. لونت مرا عصبی نکن. یک شپاتی میزنم عینکات از چشمم میپرد. این کلتکلس است مگر مونند است این؟ کنی پای های تیری گفتند. با دقت باشید خطاگی نمیخواهم. اینها که باشم. شما اینجا چیکار میکنید؟ شما کی هستید؟ از شما میپرسم کی هستید شما و چیکار میکنید اینجا؟ داد نزن تولین، داد نزن. اینها رو من دعوت کردم فهمیدی؟ شما دعوت کردید؟ بله. بخشیش نفهمیدم چرا؟ یا خدایا توبه کردم. این آدم ها کی هستن؟ منتظری چی هستن؟ نمیفهمونید مگر؟ نبیره هایم از این خانه یک قدم به بیرون نمیزنند. آن آدم ها رو برای همین آنجا گذاشتم. چی؟ اینجا چی گپ است؟ دخترم کجاست؟ ملیس چی داد میزنی؟ دخترت در اتاقش محکم است. چی؟ محکم است؟ کی محکم کرد؟ من کردم. شما کی هستید که دختری من رو در اتاقش محکم میکنید؟ کی هستید؟ باورم نمی آید. ملیس داد نزن. از اتاقش بیرون نمی شود. محکم است. خدا جا شجانت گردان. آمین. الله گوبی لون با تو چی گویم ها؟ با تو چی گویم پسرم؟ بیا نزد دکتر برام گویم رد میکنی. کنی کلتکلس باز با خبر در آمد. سردارم من کفالت میدیم که بیبی من بندگی کرده است لطفاً. لیکن کلتکلس زنده است 100%. خدا رحمتش کند. پسرم با تو میگویم کلتکلس مرد نمیفهمی ها؟ رفیق کمیسر کلتکلس نمرده است زنده است. بین این رسم را در قبرستان گرفتن. باور نکنی این دیدی کلتکلس زنده است.
چه خیل نیستم آدم که نباشم چرا از پسم میگردی مرا مسخره میکنی ها تو در سری من تو رو میبینم یا نمیبینم تو نیستی یا در تصوری من هستی کلتکیل است تو نیستی تو چی ها میگویی کور هستی مگر ها نمیبینی مرا نیستی تو مرا مسخره میکنی ها این همون قبرستون است اما خیال بود مرا شپاتی زده بود ولی حقیقی نبود آن سردارم با فکرم کلتکیل در قبرستون شما را شپاتی آودار زده کرد همین زندگی اوه دستش درد نکند نه تمام این بیشرف در حقیقت به من شپاتی زده بود در حقیقت زنده است بله سردارم من همون رو دیدم ای مرا بینید این خیل باشد امشب اینجا کی رو پراندانا خدا جان با من صبر بده کنعان دیوانه مگر من مجبور هستم که کارهای کریمینالی رو با توی به عقل نخل کنم 100 بار با تو گفتن که بنی قرنت با کارهای ما نخلان فهمیدی؟ وای گپ زدن رو ببینه تو نمیفهمی مگر شما مگر نمیفهمید من امشب به اینجا برای کسی را پراندن گفتن نآمدم اگر 1000 نفر را پرانن من پروایی ندارم بینید برادرم شما از پسی کلتکیلس هستید من باشم از پسی داملا هستم کلتکیلسی که شما میگویید برایم داملا زیاست معنویات او خیلی بلند است گفتید مرده است ما هم برابری او مرده گفتید که زنده است ما باز زنده شدیم باز گفتید که مرد ما باز مردیم همین خیل نیست مگر چی اکا؟ ما نمرده بودیم مگر چی میگه؟ وای اکا حاضر از آب پیدا شد یک مرد آب خورده بود است کو برآورده بودن خدا هر کوی شما را سنده لعنت خدا بر شما باد را گردید پیش درآید از پشت شما چه بلاهایی بست هم چشما چی میزنی سردارم من فکر میکنم که این کنعان دیوانه چیزی را از ما پنهان میکنه گپ زنی شبین گپ های پنهانی میزنند با فکرم چی سیره را از هر دوی ما پنهان میکنه سیر گفتی؟ بله سیر گفتم تو سیر گفتی مگر؟ سیر گفتم ولی که سیر میخوردگی را نی بله چی شد؟ خاموش لوند خاموش فکرم را پریشان نکن خاموش است یک لحظه یکون چی گزی داد؟ خاموش لوند چی باشد؟ سیر را پنهان میکنه این چی سیر باشد؟ خوب شد که این جوشن را پوشیدم که جناب پلیس این سقراط گفتنی آدم از من چی میخواهد نمیدونم اما از پسم است مرا کشتن میخواهد برای همین میترسم راستی گپ رو گویم برایم یگان محافظ میخواهم این خیلی نمیشه جناب احمد باید به امنیت مراجعت کنید جناب پلیس کی مراجعت میکنم یکی رود و در بین راه این آدم مرا پرانه چی میشه متاسفانه از دست من کاری نمیآید خدا میگویم وضعیت بد است یگان جوشن دهید اقلا گفتم که از دست من کاری نمیاد دستشویی در کجا؟ در بالا طرف چپ برای محافظت خود باید کاری کنم میدونستم اکرم آمده میپرانم اوف
برای تازه کردن این نوارها به بیمارخانه رفتنم لازم. حیاتم رو چون احمد شمشک دوام میدیم. سیر سردارم چی قدر سیر داری؟ به خدا که بیزار کردی. خاموش لوین، خاموش، فکرم رو پریشان نکن. خاموش میشوم، اما اینجا خنک است. شما هم مثل سگی که استخوان رو گم کرده است این طرف و طرف میروید. پسرم کمی ایست، فکرم رو پریشان نکن. این تیر رو نیفته از اینجا نمیروم، فهما؟ سردارم شما چه خیلی کسل هستید که من هیچ درد شما رو نفهمیدم. کمتر پیش کارت میگفتید. حاضر باشد با سیر کباب کردید، من شما رو نفهمیدم برادر. بیاید من شما رو به بیمارخانه برده یک داروی آرامیسی میدیم، آرام میشه. به خدا مثل دیوانه اون طرف میرود این طرف میرود. راستی من خونه خوردم. حالا اینجا نمارم جوانان. از خونه که میمیریم گفتم. نه پیش از این. گفتم یک داروی آرامیسی تا گذارانم. پیشتر از این. پیشتر بیمارخانه گفتم. بله. بیمارخانه. البته پسرم روی حل این تیر در بیمارخانه رفتم. لوین راه کرد. شما باز دیوانه شدید. قسم میخورم که دیوانه شدید. بسیار گم نزن. سردارم از برای خود برای چی قدر تیز میروید؟ کجا سراسیم است؟ به بیمارخانه. وای بیشرف چی خیلی زنده مونده است باید دانم لوین. وقتی که کارتکلا زنده است میگفته چرا به بیمارخانه رفتی؟ از کجا میدونی که نرفتم بیاق؟ البته که رفتم. با طبیبان گپ زدم، ارخیو رو جستجو کردم، چیزی رو ندیدم من. دیگر راهی گریز ندارد. بخشش شما با همشیره صحبت کردید؟ همشیره گفتی؟ بیماران رو برای جراحی آماده میکنند که شما با همون همشیره صحبت کردید؟ زیری کاسه نیم کاسه است لوین. زیری کاسه نیم کاسه. همه حجتایی که در ارخیو هستم دانه دانه از نظر میگذرانیم. همه را پرس و پاس میکنیم. پسرم من او را در مرگ دیدم، مرده بود. چی خیلی زنده ماندم؟ این سر را میکشویم پسرم، این سر را میکشویم. آفرین سردارم، حلالتون بود به خدا. ببینید شما با یک کلمه سیر به چی چیزها رسیدید. همش عیبی من بود. اگر میدونستم برختر سیر میگفتم. احمد شمشکی اینقدر رفتی خنک داشته است. آدم با آدم اینقدر مانند می شده است.
ман дароед. کلس اینجا بود. یا خدایا سردارم، من به شما گفتم که کلتکلس نمرده است، زنده است. باور نمیکنید؟ کلتکلس رو کشتند و جسدش رو به بحر پرتافتند. این رو هم باور نمیکنید؟ چی کلتکلس از بحر برآمده به اینجا آمده؟ بله سردارم، گپایتان و گوشایتان میشنود. گفتنیت کلتکلس همینجا بود. بله لیمن، بله کلتکلس اینجا بوده است. پیش از ما آمده همه حجت ها رو گرفته، نوارها رو تازه کرده است. پس از تریزه گریخته است. خیر دامولوزیا، کی هستی نمیدانم، ولی به من اینقدر ماننده که حیاتی تو به آخر رسید و از من آغاز یافت. زنده می بودی منتداری می کردم اما متاسفم. همه اون طبیبانی که در اون جراحی بودن دیدن میخواهم تعجیلا. امروز روز استراحتی است. چی خیلی استراحت؟ زنگ زنید، لطفا زنگ زنید. این بسیار تعجیلی. چی کار میکنی لیون؟ نظارت دارم. اکنون فرصت فرا رسیده است که قسمت دوم بازی را من به شما فهمانم. شخصانی که در بازی های گالاگراما برد نکردند غمگین نشوید، چون که اکنون این بازی این نوبت برد شما است، یعنی بازی رمزها. چگونه که به شما گفته بودیم همه رقم های رمزی را از قسم 81 تا قسم 85 به یک قوطی می اندازیم و دو طفل بیگناه این رقم ها را یک تا از قوطی بیرون میارند. رقم کشیده آن دو طفل به رقم فیته کسی موافقت کرد بداند که صاحب تحفه میگردد. تماشاچیان عزیز، ما بازی رمزها را به نوار گرفته در قسم 85 فیلم هدایت جای میدهیم. شما باشید با دقت تماشا کرده ببینید که طفلکان کدام رقم را میکشند. رقم کشیده طفل به رقم فیته کسی موافقت کرد، خواهش میکنیم آن فیته را درست زیبا عکس گرفته، یعنی که معلوم باشد رقم رمزی و گالاگراما. فیته را عکس گرفته به رقم های 985 055 055 با واسطه وایبر یا اینکه واتساپ روان میکنید، ما دیده میبریم و تحفه شما را حتما به شما میرسانیم. چیزی نیست. تمام آرام باش. آقای اکرم، جسدی کلتکلس را از آب پیدا نکردند. پیدا نکنند. بگذار خوراکی مایه ها شود آن بیشرف. بابا مرا اینجا اسیر گرفته اید مگر؟ یا اینکه میترسید که به پلیس خبر میدیم؟
فکر نکردم که برای قتل کسی که زندگیمان را محو کرد تو با پلیس خبر میدهی جانم. من برای تو قاتل شدم. کارهایی که کلتکیلس برای ما کرد کم نبودند. باز میلیس را آغوش گرفته به تو خیانت کردنش را دیده طاقت نکردم. دیگر هرگز اجازت نمیدیم که وی آدمی پست تو را برنجاند. اول پدرم رو بعد دوست داشتم رو کشتید. قاتل ها. همش از پشت تو شد. میکشم تو رو، میکشم تو رو. شیطانی خود پرست. دستان افلاست رو بگیر. ملیس پس برید او را در اتاقش محکم حالا کنید. تمام نشده است. با تو نشان میدهم. فهمیدی؟ چیکار میکنید شما؟ ایسته دخترم رو رها کنید. رهایم کنید، رهایم کنید. قاتل ها، قاتل ها. زورا رو دخترم، تو هم به اتاقت رفته استراحت کن. رو دخترم. با پلیس خبر میدیم شما قاتلید. ملیس همش را نقل کرد. دوست داشته دخترم رو کشتید. قاتل. ایست نرو. چیکار میکنید؟ مرا نیز در اتاق محکم میکنید. گوش کن خانم، مجبورم نکن که قوتم را نشان دهم. اول صحبت میکنیم، همش را گوش کن، بعد به کجایی که میروی رو. آه خواهری زیبای من. آدمی که میلیس دوستش میدارم میگوید میدانی کی هست؟ البته میدونم. با اون صحبت کردم. حتی به نامزدی سلن دعوتش کرده بودم. دعوتش کردی؟ بله. خوبو آدمی که دعوتش کردی میدانی که کی هست؟ به خدا من هم افتش رو ندیدم. اولین بار گفتم در نامزدی او رو بینم و با همه شناس کردنی بودم. کی رو؟ دوست داشته ملیس احمد. من حالا او رو ندیدم. دوست داشته میلیس احمد رو؟ بله. احمد گفتنی آدم کلتکیلس است. چی؟ نه، این غیر امکان است. غیر امکان نیست. اکا خود را به دست گیر. خدایا مگر خوب دیده ایستادم؟ خوب نیست جانم. نزد تویم. من نمردم. یا خدایا باورم نمی آید. اکا بسیار یادت کردم. اکا تمام آرام باش. ما فکر میکردیم که وی بیشرف مرده است اما زنده بوده است. چگونه ای که زهرا را محو کرده بود میلیس را نیز محو کرد. خانم تولین، من برای میلیس قاتل شدم. اگر خواهی خودی حاضر رفته به پلیس خبر بده. زهرا را محو کرد، میلیس را نیز محو نکند گفته کشتم او را. من چی کاری کرده باشم برای خوبی لبه رهایم کردم. هیچ طاقت تماشای برای بد بردن میلیس را نداشتم. بین خانم تولین، مرا خوب گوش کن. اگر در نزد من باشی تو دارنده عمر به سر میبری. اگر برعکسش را فکر کنی پشت دستت را میگزی.
رفته دخترت را فهمان. بگو از این کارهای بیهوده برگردد. زود باش. یعنی اکا این چی خیلی میشود؟ من حالو نفهمیدم، عقلم نمیگیرد. یعنی او احمد شیمشه گفتنی آدم به شما اینقدر مونم بوده است؟ به خدا نمیدانم بیتول، از راستی نمیدانم، اما یک چیز میگویم، از این به بعد مرا همچون احمد شیمشک قبول کن. یعنی باید خودم را افشا نکنم. اگر افشا کنم هیچ پروا نکن اکا جان، بی‌پروا باش. هدایت کردم، از دست دادن نمیخواهم. این کفایه نیست. اگر ما رو یک جای بینن پای میبرن که من احمد شیمشک نیستم، کلتکیلس هستم. برای همین باید بسیار با دقت باشیم. یعنی چی؟ ما یکدیگر رو نمیبینیم؟ این چی خیلی میشود آخر؟ خواهرم این خیلی گپ نیست، حتما وا میخوریم میبینیم. یعنی کسی باید نداند بیتو. دختره که من دوست میدارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند، فهمه؟ دختری که تو دوست میداری من هستم. من فهمیدی چی خیلی این کارا با من روا دیدی زیاد. چی خیلی کاشکی تو رو به یاد نمی آوردم. حاضر من به زهرا چی میگویم؟ میلیس رو در آغوشم دید. باز گفتم که دختری که من دوست میدارم کسی او رو دست دراز کرده نمیتواند. چی کار میکنم من؟ یک سال پیش بود. خوب فکر کن لطفاً، این بسیار مهم است. دخترک زیبا نو ترسیده گپ زن. ببین، هنگام جراحی یا پیش از جراحی چیزی بود که دقتت را به خود جلب کرده باشد. این بسیار مهم است. میگویم با تو خوب فکر کن. با شما پیشتر گفتم که همه چیز مقرری بود. بیماران رو به جراحی آماده کردم و به دستانشون نامهایشان رو بستم. عشقم چه خیل هستی؟ یک چیز رو به تو نقل کنم گفتم. با بیمارخانه دو بیمار آوردن، از یکدیگر فرقی ندارن. مثل دو قطره آب حاضر برای جراحی آماده کرده ایستادن. مثل دو گونیکو هستند. میگویی که در کودکی عوض کرده شدن. آدم این قدر مانند میشده است. در اصل یک چیز شده بود. چی شده بود؟ بیمارانی که برای جراحی آماده میکردم با یکدیگر بسیار مانند بودند. با ما گفتن که یکیش در یک انبار ترکیده است، دیگرش باشد استاد است، از درخت افتیده است. استاد در بالای درخت چی میگفتن؟ تو چینی برآمده است، به فکرم غلطیده است. عقلت همین قدر بی عقل. تو را بسیار یاد کردم زهرا. ببین کی بودیم و کی شدیم. جناب اکرم را ببین.
به چشمم نگاه نکرده مرا پران. بسیار خودم رو خسته کردم. باید در وقتش گریخته می رفتم. تو دوز دستت بسرم. از عشق چی را می دانی تو؟ چی را؟ لبای الو احمد جان جونم در کجایی؟ از صبح باز هم بدو درس ندار اومدی. گوش کن، اگر امروز تو اومده در ساعت رو نگذاری مدیر به صاحبی مکتب زنگ زده تو رو از کار پیش میکنم. خدا پناه دهد زود به مکتب بیا. تمام. اگر از مکتب پیشم کنند احمد شمشک نبودنم معلوم میشد. باید روم. به این زن من تکلیف خانه‌داری نکرده بودم. بسیار شادم، اما زنها را فهمیدن نمی شود. کمی مانده بود که دستگیر شوم. استاد احمد چه شما چای بیارم؟ شوکت تو دیوانه ای. کدام استاد؟ کدام احمد؟ برادر کیلاس تو هستی؟ من خودم هم دیوانه نشناختی. خواجه میگو که منم ای بی عقلی دیوانه چی میگویی؟ من هستم. برادر از راستی تو هستی؟ تو چه خیل آدمیه برادر؟ من گمان کردم که تو نیستی دیگر. شوکت من از دستی تو رهایی ندارم مگر؟ مالای ساخته شدم پیدا شدی. با اینجا آمدم میبینم در اینجایی. از تو جانم خلاص نمیشود مگر؟ یا خدایا تو دیوانه رو من باز زیاد کردم. اگر رنگی همون سریای اولی دوملوزی با قزیق میشیم ده. اینجا بیا. سمی؟ سمی تو اینجا چیکار میکنی؟ منتظری؟ همین خیل سفسته نگو. تا آن وقتی که تو تکلیف خانه‌دار شوی مرا قبول نکنی اینجا میشینم بیتول جان. اینجا همین خیل میشینی یعنی؟ بله. این طور باشد بله میگویم. چه خیل بله میگویی؟ یک لحظه. تو حاضر برای چی برای کی بله گفتی نفهمیدم. خانه‌دار شویم گفتی گوسمی قبول میکنم. مسخره میکنی ها؟ من ذوق مسخره کردن دارم مگر سمی؟ یعنی تکلیف خانه‌دار شوی کردم تو باشه قبول کردی. من خوب نفهمیدم برای همین پرسیده ایستادم. عصبی هم کردی حاضر رد میکنم. رد نکن التماس رد نکن خواهش میکنم. صحبت کردیم مصلحت کردیم قبول کردی همین خیلی. یک لحظه میدونستم که روز تکلیف خانه‌داری مرا قبول میکنی. انگشترین رو با خودم میگرداندم. نمیشود این خیلی نمیشود. کمتر پیش صحبت کردیم بله گفتی قبول کردی این خیلی نمیشود. نه این خیلی باید شود. اول تو مرا از اکرم باید خواستگاری کنی. از اکاد گفتی؟ بله. یعنی وای درست گفتی. حق هستی بسیار درست. معذرت میخوام. کاش اکاد زنده میبودو. تو رو از او میخواستم. همین خیلی؟ بله. کاروبار انا همین خشاب کرد. نمیدونم چه خیلی موافق آمد اما معلوم که تقدیرم بلندی کرد. نامم احمد شمشک. خانه دارم، شناسنامه دارم، یعنی ساخته نیستم. یعنی دیگر از کسی نمیگریزم. کارم آمد کرد. چی ها میگویم؟
چی کینو نقل داری با من؟ احمد شمشک نامی ساخته نیست مگر؟ نه نیست چی خیلی ساخته دیوانه. من به جای او گذاشتم میگویم. یا خدایا اینقدر آدم گویا پای نبردن مگر؟ نه کسی نفهمید. نمیبینی مگر آدم 100% به من مانند است. او من فکر میکردم این تو هستی. پدر قطعی و مادر جدا نباشیم با. نمیدانم شوکت، من هم نفهمیدم. دوگانی که یکی برگردد با تو چی کار میکنی؟ چه خیلی برمیگشته است؟ آدم مرده است. نمیفهمی؟ تو آقی پدر بوده تو را برادرم گفتم کارت را بین رفتن یه آدم بیگناه را کشته با جایش گذاشتی ها؟ ای شوکت هیچ تغییر نیافتی. بین همین قدر فهماندم نفهمیدی. سری بی مغزت رو کار فرما. خدای توبه. احمد شمشک مرده است. من باشم در بیمارخانه به جای او گذاشتم. نفهمیدی تو کلاورم. من احمد شمشک فهمو؟ دمت رو گرفته هر جا نلم. به نزدم کی آمدی؟ بدون که احمد شمشک هستم بعد بیا فهمو؟ انی خمه آدم نکشته اوخی؟ اوف شوکت من باید به درس روم. گپهای گفتگیم رو کمی فکر کن. از گفته های این سرم درد کرد. سرم تاب خورده ایستاده است. ای خوب که برادرم زنده استی. با جراحی دو بیمار میتروید. یکی کلته کلاس دیگر استاد. با یک دیگر بسیار مانند هستند. کلته کلاس رو میکشند اما زنده است. استاد چی؟ نفهمیدم. ای به شرفی کلتکیلاس. سردارمی از دست کلتکیلاس خزنده بیناموس من خانم سلین خود را پیدا نکردم. در خانه هم نبود. یعنی او انیق مرا ترک کرده رفته است. به همه این کلتکیلاس بیناموس احمق گناهکار است. خود را به جای استاد گذاشته است. سردارم مرا شما گوش نمیکنید. سلین رفته است میگویم. تو چی ها میگویی دیوانه؟ با تو میگویم خود را به جای استاد گذاشته من است. باشم سلین گفته ایستادم. دیوانه چی؟ لوین کلتکیلاس را در کجا دیدی؟ همه‌اش را دانه دانه به من نقل کن. همه‌اش را نقل کرده. من به ملاقات میرم. با کی؟ با جناب احمد. جناب احمدش کیست؟ من به تو گفته بودم که احمد شمشک استاد دین و اخلاق است. پیش از فوتی هم باید با او میخوردم. احمد شمشک گفتی؟ بله این همان است. آدمی که سقراط دستگیر کرده بود. در روز فوتی هم با سلیم باید با او میخوردم. لیکن از پشت کلتکیلاس بیچاره با او خوردن نتوانستم. اکنون رفتم با او میخورم. سقراط احمد شمشک رو دستگیر کرده بود؟ بله به شما نقل کرده بودم که وقتی خودخوری گفته بودم که یا خدایا. سردارم باز دیوانه شد. او با کجا رفت؟ اوف مانده شدم. سلام استاد. سلام استاد. امروز استاد عجیب می نموید. زهرا چیکار کرده ایستاده باشد؟ چیکار کنه دیگر بیچاره؟ فکر میکرد که من مردم. زهرا کیسته؟ زود زود به ماشین هاشینه. با کالج آموزشی میرویم. زود باشه. به خانه اشون روم چی؟ نه بابای دیوانش میپروند مرا. دیوانه شده از چی؟ پیش از آنی که بابایش مرا پروند دختری را در آغوش گرفته بودم. زهرا دید. استاد گویا که خواب از خود به خود گپ میزند. بگذار گپ زند. بدورش نکن. برای درس نخونم گفته دیگر یگان فکر برای ویران کردن درس نمیخونی. زود باشه. زود باشه. چی کنم؟ به زهرا همش را میفهمانم.
انشالله مرا میفهم. ва устод чӣ шуда бошад? чаро сафсата мегӯяд? девона шудааст? мумкин. директори мактаб мана муаллимҳоро огоҳ кардан ҳаққи ман аст. ба ту мегӯям ин камисаратон кар аст. хайр инаш ромон чӣ хел шапоти сахт зад маро. агар ягон нафари дигар мешуд ҳатман меафтем. илтимос фаҳмонед инҷо чӣ гап аст? устод акнун дарсро шурӯъ мекунем. чӣ шуд? дарсро шурӯъ накардем? не устод. шурӯъ кардед устод. бисёр хуб рафта истод аз дарс. устод дарсро шурӯъ мекунем ё не? бачаҳо шурӯъ кардем ё накардем? не устод то шурӯъ накардем. ба ин бачаҳо чиро нақл мекарда бошам? китоби дарсӣ ҳам надорам. имрӯз роҳҳои ба миқдори одамон роҳ аст ки туро ба худо наздик мекунад. роҳҳои дигари наздикшавӣ ба худо. бале муҳтарам ҷамоат, яъне ҷавонони азиз, дарсамон роҳҳои расидан ба худо. ман суханҳои устодро навиштан дар кор. ҳозир. бале бачаҳо роҳҳои расидан ест. полис гирад роҳ. чӣ гап аст? эй бародар, роҳат ба охир расид. калта келас. истед ҷаноби полис, дар назди бачаҳои мин айб аст, яъне хатое шудааст. бисёр гап назан. шумо чӣ кор мекунед? инҷо синф аст. чиҳо мегӯед устод? чиҳо мегӯед? ин ҷинояткори вазнин аст. баред уро. устодамонро ба куҷо мебаред? сарди устод. тамом бачаҳо ором бошед. ба ҷоятон шинед. тамом. устодам гоҳкар меравем. ин рафтем чӣ гап аст? устод аҳмад. аҳмад чӣ шуд? ҷаноби сардор. аҳмад. устод аҳмад. устод аҳмад. устод аҳмадро ба куҷо мебаред ҷаноби полис? дастатонро гиред. касе ба ӯ тӯҳмат кардааст. ӯ ҷиноят намекунад. бале тӯҳмат кардааст. ин корро накунед лутфан. чӣ гап аст иҷо? келаса сартин? ой ҷаноби шавкат, ёрдамчи ин бешараф ҳам инҷо будааст. инро ҳам гиред. абашаятро бигзарем. бесто даст мана сар бите. инҷо чӣ хабар аст? абаша сар бите. самбусон дар духовка мондагиай насӯза. ошхоначиро ҳам гирифтам. устод аҳмад парво накунед. аниқ чӣ хатогие шудааст? истод бешараф, фикр кардӣ ба ҷои аҳмад чимшек даромада маро фиреб медиҳӣ? ман намефаҳмам. агар баред. аҳмадҷон. акнун фурсат фаро расидааст ки қисмати дуюми бозиро ман ба шумо фаҳмонам. шахсоне ки дар бозиҳои галаграма бурд накарданд ғамгин нашавед, чунки акнун ин бозӣ ин навбат бурди шумо аст, яъне бозии рамзҳо. чӣ гуна ки ба шумо гуфта будем, ҳамаи рақамҳои рамзиро аз қисми 81 то қисми 85 ба як қутӣ меандозем ва ду туфли бегуноҳ ин рақамҳоро як то аз қутӣ берун меоранд. рақами кашидаи он ду тифл ба рақами фитаи касе мувофиқат кард, бидонад ки соҳиби тӯҳфа мегардад. тамошобинони азиз, мо бозии рамзҳоро ба навор гирифта дар қисми 85 филми ҳидоят ҷой медиҳем. шумо бошед бо диққат тамошо карда бубинед ки тифлакон кадом рақамро мекашанд.
рақами кашидаи тифл ба рақами фитаи касе мувофиқат кард, хоҳиш мекунем он фитаро дуруст зебо акс гирифта, яъне ки маълум бошад рақами рамзӣ ва галограмма. фитаро акс гирифта ба рақамҳои 985 055 055 ба воситаи вайбер ё ин ки ватсап равон мекунед, мо дида мебароем ва тӯҳфаи шуморо ҳатман ба шумо мерасонем. бисёре аз мухлисон ба мо суол мекунанд ки ин бозии шумо дуруст аст ё дурӯғ. аз мухлисоне ки дар қисматҳои гузашта бурд карданд хоҳиш мекунем навори худро ё акси худро ё акси фарзандони худро ҳамроҳи он коде ки аз галограмма шумо бурд кардед хоҳиш мекардем ба мо тариқи смс дар вайбери рақами 985 055 055 равон кунед. мо дар қисмати ояндаи филм шуморо ҷой кунем то ин ки дигар тамошобинҳо бубинанд ки дар ҳақиқат ин бозии мо дуруст аст, яъне ки дурӯғ нест. тӯли 2 ҳафта аст ки мо шоҳиди он гаштем ки баъзе аз дистфурӯшҳо галограммаро тоза мекунанд. он галограммаҳое ки бурд дорад ба худ мегиранд ва он галограммаҳое ки бебурд аст пешкаши тамошобин мекунанд. тамошобини азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки пеш аз фитаро харидан аввал бубинед ки галограммаҳо тоза карда набошанд. тамошобинони азиз, студияи Каронфилм барои мухлисони филми ҳидоят як иқдоми некро пешниҳод мекунад. акнун шумо метавонед ки бо харидани фитаҳои аслии филми ҳидоят соҳиби тӯҳфаҳои арзанда гардед. фитаи аслии филми ҳидоят аз студияи Каронфилм чунин муқова дорад. ҳангоме ки фитаи филми ҳидоятро харидорӣ мекунед, албатта ба рӯяш назар кунед. дар ин ҷо галограммаи студияи Каронфилм ва рамзи махсус ҷойгир шудааст. иқдом ине ки студияи Каронфилм ана ҳамин аст ки дар галограмма бозиҳои бурднок ҷойгир карда шудааст ва алалхусус дар рамзи махсус. акнун ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр соҳиби тӯҳфаҳо ва бурдҳои молӣ мегардед. галограммаро як тангаро гирифта тоза мекунем. ана ҳамин хел оҳиста оҳиста рақамҳо намоён мешаванд. дар ин ҷо 3 рақам ҷойгир шудааст. агар 3 рақами якхела барояд шумо бурд мекунед, яъне ки агар 3 10 барояд 10 сомон бурд мекунед. 3 50 барояд 50 сомон то 500 сомон аст. 3 500 баромад 500 сомон бурд мекунед. ҳангоме ки ман тоза кардам 2 та 50 ва 1 то 5 баромад, яъне ки ман бурд накардам. акнун дигарашро тоза мекунам. фитаи аслӣ мегирем. хоб бубинед, дар ин ҷо ҳаст галограмма ва рақам А744, рақами рамзӣ. хоб тоза мекунам. бубинед, ана 3 та рақами 100 баромад, яъне ки ман бурд кардам 100 сомон. агар 3 адади 100 баромад ё 3 адади якхела, тариқи смс дар телефони мобилии худ рақамчинӣ мекунед. аввал бурди галограмма рақами 100ро менависед, баъдан ҳарфу рақами рамзиро ва тариқи смс паёмак ба рақами 985 055 055 равон мекунед. аз 3 то 50 сомонро мо дар сурати ҳисоби телефонатон мегузаронем. аз 100 то 500 сомонро пули нақд медиҳем. мана дар ин ҷо омадааст А744 боз меша 755, А701 ё ин ки 2000 фарқ надорад. боз ин ҷо мешавад иваз мешавад, б мешавад, с мешавад. хулас филмро ки тамошо кардед, фитаҳоро напартоед, зеро боз бозии дуюм шуморо интизор аст. баъди ҳар 2 моҳ бозии бурдноки рамзҳо гузаронида мешавад. ҳамаи ҳамин рақамҳоро гирифта ба қутии махсус меандозем ва як тифлаки бегуноҳ аз даруни қутӣ якчанд рақамро берун мебарорад. рақами кашидаи тифл ба рақами фитаи касе мувофиқат кард, он гоҳ соҳиби тӯҳфаҳои арзанда мегардад. фитаҳои аслӣ ана ҳамин аст. ғайри инҳо ҳамааш дуздӣ ва қалбакӣ ҳастанд. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳангоми харидорӣ кардани фитаҳо бисёр бодиққат бошед ки галограммаҳо тоза кардагӣ набошанд. шумо дар ҳолати харидорӣ дар ҳамон ҷо тафтиши галограмма, рамзи махсус ва диск нишон медиҳад ё намедиҳад бигзаронед.